دوستان عزیز، امروز ما حضور داریم در نزد مکتب 37 شهر رسولزاده، همان مکتبی که امروز به نام رسولزاده نیکروز نبی، یکی از شهیدان راه وطن که 29 اپریل برای حفظ مرز تاجیکستان در مرز قرقیزستان و تاجیکستان فدا شد، اونجا حضور داریم و خواهش میکنم که یک در نوار پدر و مادرشان، همسرشان بیاید. دوستان عزیز، همونه که گفتیم که همون روز شب روز 29 اپریل هرچند که پرورده به دامان شما شد و غزل گفتیم، برای همین خیلی مادرای بزرگ، برای همین خیلی انسانهای بزرگ که فرزندشون برای آسودگی همین مردم فدا کردن، برای اونها گفته بودیم. و وقتی که شنیدیم که این مکتب به نام این برادر گذاشته می شود، خودمو به جان و دل خواستیم که اینجا باشیم و پدرشان راهساز، مادرشان آموزگار هستند، مادرشان یک زن مادری تاجیک که خانه نشین باشند، هم به قول استاد لایق پرورده هزارها آموزگار، هزارها و مادری تاجیک پرورده بزرگا هست. اینها من از همین منبر است که در این نوار شاید میبینید به همین پدر و مادر عزیز تشکر میگم. از نام همه شما دوستان عزیز که در فضای اجتماعی هستید، برای این عزیزا تشکر میگم و یاد و یادگار نیکروز ابدی باشد.